اوریانچی هم به قدر ضرورت میاندازیم. که بیشتر نمک مخلوط کردیم به گوشت، نمک سم اوریانچی هم مخلوط میکنیم. و فعلا هم منتظر نوبت چیز رسید، سیر رسیده. این سیر هم به قدر ضرورت میاندازیم. سیر کمک میکنه غذای ما رو خیلی خوشمزه کنه. نوبت آب پیاز رسیده. آب پیاز هم میپردیم. آب پیاز هم به قدر ضرورت میاندازیم.